به نام یاد خدا و با عرض و سلام وطندارای عزیزم، امیدوار هستیم که خوب باشید. یک بار دیگر به برنامه یقین ورزش با من رشاد صدیقی خوش آمدید. قرار است که امشب عبدالکریم بدخشی در مقابل آناتولی کندراتیف حریف روسیه‌اش وارد رنگ مسابقه شود و خوشبختانه که در کنار ما جناب استاد بریالای رحیمی، ترینر تیم ملی کیک بوکسینگ و همچنان ضیاءالحق طاهری، ورزشکار تیم ملی کیک بوکسینگ با ما هستند. استاد خیلی خوشحال هستم، سپاسگزار هستم که شما تشریف آوردین و آمدین به برنامه ما. زنده و سلامت باشی. من به نوبه خود سلام خدمت شما و دستاندرکارانتان لطف کردین که مورد برنامهتون دعوت کردین. تشکر از شما. بخیر باشین. و طاهری صاحب شما هم بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از برنامهتان که ما را اینجا پذیرفتید و مسابقه‌ای که عبدالکریم بدخشی دارن درباره از او اگر بعد معلومات باشن ما در خدمت هستیم. سلامت باشین. چگونه بررسی میکنین استاد مسابقه‌ای که قرار است امشب برگزار شود؟ مسابقه عبدالکریم بدخشی یکی از چهره‌های خوب مبارزات آزاد ماست که ارزیابی خوبی دربارش هست و به خاطر که یک جوان بسیار پرتپ تلاش در وقت کم شهرت کشید. دیگه حریفش هم از کشور روسیه که هست، حریف دست کمی نیست. البته که من مسابقات اردوی از ورزشکارا رو دیدم، حریف بدخشی دست پایکار خوبی است. اگر بدخشی ما بتانه انشالله که مسابقه را روی زمین ببره، انشالله که نتیجه به نفع ما میشه. دیگه باز 100% مسابقات رزمی دیگه هیچ پیش بینی کردن نمیتونیم که بگیم 100% او میبره یا بدخشی. از دید مبارزه سبک عبدالکریم بدخشی در زمینی خوب است یا ای که استاده بازی بکنه؟ عبدالکریم بدخشی که سبلیشنایش خوب است و یکی کریم مسابقات کریم که ما زیادتر دیدیم، زیادتر مسابقات روی زمین میبره. به نظر من که اگر با ایام روی زمین بازی کنه مسابقه به نفع خود میرسه. و حریفش شما چگونه بررسی؟ حریفشان یک دست پایکار خوبی است. حریفش یک دست پایکار خوبی است که چندین مسابقات از که ما دیدیم خودش با ضربات دست پای نکاوت کرده. او کوشش میکنه که مسابقه را استاده کار کنه، اما کریم باید از کوشش کنه که مسابقات روی زمین ببره، به خاطر که روی زمین از تماما یک پهلوان خوبی است. از طاهر صاحب شما میپرسم که باز محمد مبارز، ولی هوتک، حزیم بدخشی تماما در مقابل ورزشکاران روسی نتونستند که برنده شوند. مشکل در چی بوده؟ و فعلا هم عبدالکریم بدخشی قرار است که باز هم با حریف روسیش داخل رنگ مسابقه شود. مسابقات گذشته را شما چگونه بررسی میکنین و مسابقاتی که قرار است امشب برگزار شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه الگوی افغانستان که هستن، فایترهای افغانستان همیشه موفق بودن و میخواستند که بیرق به اعتراض بیارن. اما متاسفانه که در افغانستان شرایط خوبی هم نبود و بعض فایترهای ما مثل که عبدالعظیم بدخشی است چند وقت به این بندی بود و بازم مسابقهش کلم بیننده بودیم که قهرمانی بهترین فایتر در راون اول نکات کرد و بازم باز محمد مبارز که الگوی افغانستان است و همگی به او آشنایت دارد. خود ما میفهمیم که باز محمد شاید در این دوره انشالله در مقابل حریف تایلندی در منتهای مسابقه کنند. دیگه ولی او تک مسابقه شرکت در روسیه بهترین فایتر بود، 3 راوند بود، دواماتور اون پذیرفت قهرمانی. اما سازمانی که برگزار کرده بود دمو قهرمان شناخته شد. من میخوایم استاد همین سوال از شما بپرسم که ورزشکارایی که ما به سبک داشتیم که مبارزه کردند در کشور روسیه و شکست خوردند، مشکل در چی بوده استاد؟
صدیقی صاحب مشکل اول خود در خود افغانستان است. مشکل به این خاطر در خود افغانستان است که کشورهای خارج امکاناتی که داره ما نداریم. اینمی کلان افتخار است بر ما اگر باز محمد میبره، اگر عبدالعظیم بدخشی میباشه، عبدالکریم میباشه، واید نجنگ میباشه، ولی اوتک میباشه و هر فردی که از این وطن میره بیرون از افغانستان در رنگ مسابقه در مقابل عریفش حاضر میشه، بر ما جای افتخار است. ای که راجع به سوالتان بگیم، ای که گفتی 3 ورزشکار ما را دینیس کلاکوف و دینیس کلاکوف یک فایتر کاملا تکمیل است. اولین بار ولی اوتک بود، به تعقیبش باز محمد مبارزه بود، به تعقیبش عبدالعظیم بدخشی را بود. اینا او کس از نگاه تکنیک و تکتیک و هم دست، هم پهلوان خوبی است، هم بکسر خوبی است. باز در بهترین کمپی که تعلق به قهرمان مبارزات آزاد جهان خبیب است، در اونجا تمرین میکنه، شاگرد از او است. ما با امکانات که اگر باز محمد میرفت در تایلند تمرین میکرد، پیسهش میگرفتن، فقط اون سر فیزیکش کار میکردن، یک چند تا برش مشت میگرفتن دیگه بس. این که مربی مثال زیاولا قهرمان است، مدال آور ماست، این افتخار بر افغانستان آورده، چون این تربیت دست خود ماست. این همیشه زحمت که اینجا میشه، استادی زحمت میکشه، پیش در تیم میاد تمرین میکنه. وقتی که خارج میره، عبدالعظیم بدخشی یا باز محمد یا کسایی کجا هست میرن برای قرنطین، البته به نظر شخصی من کاملا اشتباه، باید از اینا نرن، به خاطر که اونا پولشان میگیرن. چه خاصا تایلندی ها کس پیسه تا میگیره، اونو چی را برای یاد میده که اصلا برای مبارزات آزاد به درد مردم افغانستان نمیخوره. اونا یک بزنس است. در حقیقت ورزش در افغانستانی بیرون از افغانستان در تمام کشورها ورزش بزنس است. سرش پیسه همین مسابقات که برگزار میشه با میلیون ها دلار سر از این شرط بندی میشه. اونا فقط پیسه خود میگیرن، اونا نمیخوان که اینی از افغانستان آمده به یک امید پیش ما آمده و باید از ما سر کوشش کنیم. پیش از او یک گپ نیست، اون پیسه خود کارتون یک ساعتی که تمرین میکنید که ازش قرارداد میکنید، مثلا اومده یک ماه اینجا هستم، یک ساعت بیایم چقدر فیسش میشه. استاد، شما به عنوان ترینر تیم ملی کیک بوکسینگ، ورزشکارایی که در تیم ملی فری فایت تمرین میکنن چقدر از دید کیک بوکسینگ باید عیار باشن و آماده مسابقه باشن و چی تاثیر داره کسایی که کیک بوکسرها هستن خوب فری فایتر میتونن باشن؟ صدیقی صاحب، کیک بوکسرها هستن، حقیقت رشته ما کیک بوکس است و مبارزات ما که هست یک مبارزه هست بدون از اینکه ما به حریف سر خود خم کنیم، پشت خود در بتیم یا پایش بگیریم یا مسابقه رو روی زمین ببریم، از ما رقم نیست. از ما یک مبارزه ای است رو به رو، مشت و لغت، از فیزیک خوب برخوردار می باشه. یک بشر که ما برای مسابقات آماده می سازیم، از فکر و ذهنش باید از آرام باشه که متاسفانه ورزشکارای افغانستان که بیرون میرن اصلا این چیز ندارن. یک ورزشکاری که فری فایت میکنه، یک ورزشکاری که کیک بوکس میکنه، البته به نظر من فرق بسیار است. حالا ما میتونیم که یک پهلوان هم بیاریم در رنگ UFC یا فری فایت نتیجه میده، اما یک کیک بوکسر اگر متفقاً که هیچ اصلا بلد نباشه که برای در داخل رنگ شوه در مسابقات و مبارزات آزاد که وقتی که بغل در بغل میشن چپه میشه که خب بلد نیست، برای ما مشکل است. میخوایم از طاهری صاحب بپرسم که شما مدال آفرین شدین، در مورد تقدیرنامه‌تان در مورد مدال بر ما بگوین، کجا بوده و چند مسابقه شما انجام دادید؟ شخصا خودم در 2018 در مسابقات لبنان رفته بودیم که پارتنرهای ما واید نجن بود، رولای دیقان بود، بریالی بود. 7 نفر بچه‌های عضو تیم ملی افغانستان بودیم رفتیم. از رشته کیک بوکس؟ از رشته کیک بوکس. خوشبختانه 5 نفر ما مدال طلا گرفتیم که
که اطلاع پیش خودت است دیگه. واحد نجان در فاینال باخت، مدال نقره را از آن خود کرد. شما طلا به دست آوردید؟ ما طلا آوردیم. بین 4 حریف ما مسابقه کردم در اونجا. عراقی بود، لبنانی بود، ایرانی بود. متاسفانه که در فاینال که افغانی بودم و افغانی هم در امتیاز به ما باخت. در مورد از این مدال شما بودین؟ مدال از برنز در مو جایی که برگزار شده بود بر فرداش مسابقه فول کانتکت بود دیگه. باز وقت ما در فاینال بودیم، یک پوید دو کردیم، دو هم برنده شدم دیگه. با سر فاینال در مسابقه دیگه بود، دو خاطر دیگه نتونستم که دو مسابقه کنم. یک مسابقه کردم دیگه، سیوم شدم و هم مدالش هست که تقدیرنامه‌اش اونجا در کشور لبنان بود. ماشاءالله. و از بردتان بگوین؟ برد در کشورهای خارج نباختیم تا فعلا. قهرمان هستم در هر کشوری که رفتیم. در وزن چند کیلو مسابقه؟ دیگه خودم از 57 گرفته تا فعلا که 70 هستم عضو تیم ملی افغانستان دیگه. تا فعلا هم قهرمان هستیم. خیلی عالی. استاد میخوایم در مورد دستاوردها پرسان بکنم. دستاوردهای فدراسیون ملی کیک باکس چی بوده در اواخر؟ چقدر توانسته که برای جوانایی که کیک باکس ورزش میکنن زمینه های خوبی را فراهم بسازند؟ چندین دعوتنامه ما ایران، روسیه، ترکیه، همین مسابقات سرگرم چین که بود، در چین که برگزار شد، ما دیگه سهمیه داشتیم اما تربیت بدنی بودجه ما را پاس نکرد. اما ما قهرمانای خوبی داریم با مثل ضیاءالحق جان. ما خوب قهرمان‌ها داریم. ما همه ساله 1 سال بعد 2 سال بعد ما مسابقات تیم ملی ما را برگزار میکنیم. ما قهرمان‌های خوب نامدار داریم با مثل دستگیر پنشیری، رولای دیقان، رولای محمدی، بریالای ایدری، واحد نجان، ضیاءالحق طاهری و همسن سال از اینا که دوستان از ما آزردن هشه که استاد نام ما را بیشتر هستن. قهرمان ما بسیار داریم. کمربند داریم از کشور پرتغال که دستگیر پنشیری و فی الحال هم که ریاست فدراسیون کیک باکس تعلق برای خودشان دارن، اما از این مشکلاتی که هست اونا بیرون از افغانستان رفتن. سرپرست استاد عبدالرقیب از این هوتک تعیین کردن که اینا هم خدا مغفرتشان کنن. اینا هم در 2 سالی که سرپرست بودن بسیار فعالیت ها در رشته ورزش کردن. مسابقات منتخبه را گرفتن، جوانان منتخبه ساختن، مسابقات تیم ملی را برگزار کردن و مسابقات به سطح ولایت و ولسوالی برگزار کردن که پکتیا، پکتیکا، خوست، گلریز، بادغیس، هرات، بامیان، غزنی، میدانشار، پروان، پنشیر، کاپیسا، بدخشان که ما این سفرها با رئیس خدا بیاموزش بایشان بودم دیگه. اینا از دستاوردهای فدراسیون کیک باکس هست. و گفته میشه که واحدالله نژند یکی از ورزشکارایی که در بخش فری فایت هستن، یک کیک بوکسر بسیار خوب بودن. واحد نژند تا سال 93 عضویت تیم ملی فدراسیون کیک باکس داشتن. برای بهترین یک ورزشکار دمی سفر با قهرمان مطهری صاحب دمی سفر لبنان همراه بودن. بعدش هم یک سفر مسابقات جام کارگر بود در کشور ایران که اونا رفتن اونجا، از اونجا مدال طلا آوردن. بریالای حیدری، واحد نجنگ، شکرالله دیگه اینا کسایی بودن که از کشور ایران هم مدال طلا آوردن. خیلی عالی. استاد ما میخوایم که از خاطرات پرسان بکنم چون خاطراتتان بیشتر در یک عکس‌ها دیده میشه. در مورد از این عکس‌ها شما بگوین استاد. این مسابقات تیم ملی سال 13 رفته است. در کجا برگزار شده بود؟ سال 2500 نفری خود تربیت بدنی است. خواه بسیار عالی. و این عکس از طاهری صاحب است. بله، یا مسابقات 2018 کشور لبنان است. بسیار عالی. خیلی عکس‌های واقعا که
خاطره برانگیز شما استاد داشتین جالب است. من میخوایم از طاهری صاحب بپرسم که چطور است فعلا ورزش هایتان، تمرین هایتان، شما در کجا تمرین میکنین فعلا و چقدر کلتان استادا هست و همکاری میکنین؟ فعلا در کلاب های خود پیش ترینرهای خود اونجا تمرین میکنیم که ترینرم البته استاد فداست دیگه کلگی آشنا از برش بزرگ ورزش کیک بوکس از افغانستان دیگه معلومات از اون با کل افغانستان با کل کیک بوکسرها نه که تنها با تمام فایترهایی که در افغانستان در اشتیک است نامش آشناست. و جناب استاد خوجه فدا محمد صدیقی یکی از کسایی است که با نامش با شخصیتش و همچنان آشنا هستم و واقعا که در عرصه ورزش کیک بوکسینگ دست بالای خود داره. خیلی سپاسگزار هستم از شما استاد. تشکر از اینکه به برنامه حاضر شدین. در آخر اگر کدام پیام گفتنی داشته باشین کمره یقین میدیا در خدمتتون است. زنده و سلامت باشین صدیقی صاحب. تشکر از دعوتتون. گفتنی خاص ندارم، گفتنی من فقط برای ورزشکارا و اگر تربیت بدنی داد ورزشکارای کیک بوکس بشنوم همی است که یک کمک لطف کنن سر ما هم دل بسوزن. همی سفرهای ما که میشه خیر است اگر 10 نفر نداد حداقل یک 5 نفر برای صاحب تربیت بدنی بودجه بتن تا ورزش کیک بوکس رشد کنه و افغانستان در بین جهان در مسابقات که دو دور شده از کیک بوکس حتی کسی یک بیرق مورم به نام رشته کیک بوکس سیر نکردن. دیگه ما بسیار جگرخون هستیم که تربیت بدنی اصلا که ما دو دور مسابقات همکاری نکرده. دیگه ما رئیس تربیت بدنی خواهش میکنیم که یک ذره جلب توجه شه برای فدراسیون کیک بوکس. خیلی سپاسگزار هستم و در آخر یک عکس از طاهری صاحب با باز محمد مبارز قهرمان تیم ملی فری فایت است. در مورد یک عکس هم شما نظر بتین و پیامتان هم میشه که بگوین. چیزی گفتنی خاص دیگه ندارم. تشکر. زنده باشین. همیشه باید جوانها ورزش کنن، ورزش واقعی. البته اینه که ورزش کو و بیا رو چند دانه مدال یا چند دانه کس بعضی مردم ها از بعض فایترهای ما هست که میرن میگیرن میرن باز پشت پرده تلویزیون میشینه که ما فلانی هستیم ما فلانی. اما ورزشکار واقعی معلومدار از به تمام فایترهای افغانستان در اشتیک است. خیلی سپاسگزار هستم. به امید پیروزی شما و به امید پیروزی ورزشکار موفق ما عبدالکریم بدخشی. بازم زنده باد افغانستان. تشکر از شما که تشریف آوردید. تا برنامه آینده شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم. یادتان نره که یقین میدیا را سابسکرایب کنین و با ما باشین.